آقا سفتر، آقا تی بالا میستر توی سلما کی پارک میاد که ما اومدیم؟ جمعمون اینطوری خراب میشه آقا، قربانتون برم. پارک مال فقیر فقراست دیگه. اگه سردر لباس بیشتر بپوش. ولی قربون خدا برم اصلا هیچ دقت کردین میوه های بهار و تابستون همه لختن یا لباس نازک تنشونه؟ مثل توت فرنگی، انگور، آلبالو، گیلاس، زردالو. آی خدا دهنم آب افتاد. اما میوه های زمستون کاپشن و اوورکوت پوشیدن، مثل پرتقال و نارنگی. آری راست میگی آقا جان. کیویه بو که لباس پشمی پوشیده، انارم که دیگه پالتو چرم تنشه. خوش به حال میوه که بیولوژیک لباسشون تامینه. ما خیلی معمولی های بی پول تیپ پاییزی نداریم، همون کابیشان بادگیر 4 سال 5 سالمونو زیرش تیشرت میپوشیم، میشه پاییزه. زمستون که میشه روی اون تیشرت یه پولوور میپوشیم، میشه زمستونه. تقصیر تو نیست، کارتت موجودی نداره. هرچی گفتیم میگذره گذشت، ولی از رومون. کاش میشد واسه روزای خوب المثنا گرفت. مگه روزای خوبم داشتیم؟ اصلا آخوندا مگه گذاشتن که داشته باشیم؟ بابام همیشه میگه زندگی تو ایران یعنی ساندویچ ماکارونی قربان. اسی ماکارونی رو ولش کن. وضعیت اینترنت چطوره؟ میتونی چند تا خبر بخونی ببینیم دنیا دست کیه بابا؟ اینترنت همون سفتر نتا اینقدر ضعیفه. دیروز به دوستم پیام دادم تو راهم یه روب دیگه میام، خودم زودتر از پیام بهش رسیدم. تازه همه‌شم قطع‌وز میشه جدیدن. دیروز یه فیلم دیدم نشان میداد تو نروژ زندانیا تو سلول به اینترنت دسترسی داشتن. یعنی یه زندانی تو نروژ از من با این وضع فیلتر شکنا تو دسترسی به اطلاعات آزادتره؟ ای توف تو روحات عظما. خسرو چک کن ببین زنداناشون پناهنده قبول میکنه بابا. باشه آقا جان، پیگیری میکنم. اگه سلول خالی داشت من میرم شما برای ملاقاتی بیاید. آه نت وصل شد. سرعتش خیلی ضعیفه لعنتی. بذار این خبر رو بخونم یکم سرگرم شی. بخون بابا. خبرگزاری ها نوشتن قطعی برق جنوب برای این بوده که توربین نیروگاه خرمشهر رو دزدیدن. یا امام قریب، توربین آخه بس یکی 2 تن نیست، حداقل بالای 100 تن وزنشه. با او حجم چطوری حملش کردن کسی نبینه؟ از نگهبانی چطوری ردش کردن آخه؟ یکی کرده تو لباسش مثلا. تو آری تعجب میکنی انگار نه انگار که قبلا تو این مملکت دکل نفتی گم شده. هر چی فکر بکنم این دزدی‌هاشون با عقل جور در نمیاد. هنوز آخوندا رو نشناختی. بچه که بودم یه روز یکی از آشناها گفت شیخ بهلول از جنوب اومده تهران، بریم ببینیمش. گفتم شیخ بهلول کیه؟ گفت یه آخونده که طی‌ال ارض میکنه. گفتم طی‌ال ارض چیه؟ گفت یعنی یه لحظه از هر جا دلش بخواد میره به هر جایی که دلش بخواد. گفتم همینطوری اومده بوشه؟ گفت نه با هواپیما اومده. خلاصه بچه هر جا سخن از دزدی و اختلاس و دغل‌بازی هست نام آخوند در آنجا میترخشه. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.